ببین لحاظ شکلی اگه بخوای در نظرش بگیری که این سوال چجوری بوده، این داره اینجوری میگه آقا جون من یه همچین شکلی داشتم، مثلا فرض کن یه مکعب این شکلی بوده، خب یه همچین چیزی. اندازه این ظل مربع رو چقدر داده؟ 20 سانتی متر. ببین اول از اون که این سوال رو تو سید اول نباید بزنی، یعنی که این سوال سید دو سید سه است، یعنی یک که اصلا نیست. حالا میگه من رفتم تو کله این یه دونه نیمکره اینجوری در آوردم اینجا، یه نیمکره این شکلی در آورده بودم. بعد اون نیمکره رو اومدم با یه مایع دیگه پر کردم، این نیمکره اینجا رو با یه مایع دیگه پر کردم. این سوال اینو داره میپرسه، میگه یه نیمکره اینجا بوده، من اینو ورشم با یه مایع دیگه پر کردم، مکعبم که خودش اگه جنس فلزی ساخته شده دیگه. حالا میگه جرم کل این یعنی جرم مکعبه به علاوه جرم نیم دایره دوتایی سرهم شده بوده 29 یا 39 اون 39 شده 39 و 25. این معادله اینه، یعنی معادله بسم الله الرحمن الرحیم اینو اگه بخوای حساب بکنی همچین چیزی بوده. گرفتی منظورمو؟ خب حالا نه به علاوه چون دوتا رو ترازو. حالا جرم ام مگه خودش روی نیست، میشه رو مکعبه ضرب داره. حالا میتونی به هم بگی اون فضایی که ما ازش مکعب ساختی کجا بوده؟ حجم مکعبه منهای حجم نیم کره‌ای که نیست، اون که از مایع چی ساخته نشده که. این اونجایی بوده که تو رفتی اومدی برای آقای خودم بگم اون مکعبه رو از یه چیز دیگه ساختی. به علاوه حالا میمونه ام خود نیم دایره، ام نیم دایره میشه رو نیم دایره در حجم نیم دایره. این دوتا رو هم ضرب بشه باید بشه 39 ممیز 25. گرفتی منظورم؟ حالا شروع کنیم عدد گذاری کنیم. رو مکعب رو به چند داده بوده؟ داده 5. رو نه دیگه، رو مکعب رو فلزه است دیگه، این 5. حالا وی مکعب میشه 20 ضرب در 20 ضرب در 20 میشه 8000. 8 ضرب در 10 به توان سه. فقط حواست باشه من الان دارم از واحد فریه استفاده میکنم. اونو گرم بر سانتی متر مکعب گذاشتم، اونم رفیقمون رو برتم کردم چیز سانتی متر مکعب. خب منهای وی نیم دایره، وی نیم کره، من وی نیم کره رو میذارم مجهول به علاوه روی نیم کره چند بوده؟ 2 بوده ضرب در وی نیم کره. این باید مساوی بشه. ببین یا کن نکته ظریفش اینجاست. الان من دست چپ معادله همه رو گرم مرم گذاشتم دیگه، در صورتی که روبروت به کیلوگرمه، اونو باید ببری به کیلو به گرم. احسن. یعنی یه 39 25 یه دونه صفرم جلوش. حالا اگر این الان بیای معادلش رو حل بکنی، ببین 5 تو اون دوتا ضرب میشه 8 5 تا 40 ضرب در 10 به توان 3. اینو ببین یا یه دقیقه تجسم کن، میشه منهای 5 تا نیم کره، بعدش هم یه 2 تا نیم کره دارم، کلا میشه منهای 3 تا نیم کره. یه 5 تا نیم کره اینجا با علامت منفیه، یه 2 تا نیم کره اونجا جمع کنم میشه منهای 3 تا نیم کره. این باید مساوی بشه با 39250 تا. اینو نیا کن، این مگه 40000 نی؟ اینم 39250. اینو ور میدارم میارم این ور، اینو ور میدارم میبرم اون ور که این مثبت بشه اونم منفی بشه. حالا 40000 منهای 39250 این میشه 750. این مساوی میشه با 3 تا وی نیم کره. اگه دو طرف به 3 ساده کنم، این 3 با اون 3 میره 250 مساوی میشه با وی نیم کره. فرمول وی نیم کره رو الان خودت داشتی میگفتی چقدر میشه؟ خدا پدرت رو بیامرزه. میشه 2/3 پی ضرب در